ببینید اول باید دید که دنیا اصلا بده؟ نه. اینجا چرا بده؟ دنیا یعنی چی؟ خانه، ماشین، کار، پول، همش خوب. پس اینکه دنیا را مذمت میکنن دنیای مذموم یعنی چی؟ یعنی تعلق به دنیا محکم چسبیدن. اینکه میگه دنیا و آخرت ضدن برای کسی که اهل دنیا باشه، شما که اهل دنیا نیست. یا گفتن دنیا و آخرت هوا، یعنی هوا با هم نمیسازن، این دوتا با هم نمیسازن. اینی که الان دنبال ریاست میره چند میلیارد خرج میکنه و رأی نمیاره. خب که رأی نمیاره ول کن، نه دفعه دیگه باز شرکت میکنه، باز پول خرج میکنه، زمین میپوشه، خانه میپوشه. چرا دوست داره رئیس بشه. یه بار شکست خوردی قبول کن، رونده یکی از این دوتا یعنی دنیا و آخرت. هر چی طرف دنیا بری از آخرت جدا میشی، هر چی به طرف آخرت بری از دنیا کم میشی. خیلی در مذمت دنیا زیاد صحبت میکنن و تشریح نمیکنن که بابا این دنیایی که الان ما داریم دنیا نیست که. یه لقمه نون داریم در میاریم میخوریم، یه زن، یه بچه، یه ماشین، یه تلویزیون، خب که دنیا نیست. اینه عین آخرت. اصلا کل دنیا مباح هست برای مؤمن. اگر همه دنیا را به یک مؤمن بدن چیزی ندادن. این مؤمن خیلی عجیبه. مؤمن شناسنامه‌ای نه، مؤمن قرفی تو خیابان کوچه و بازار نه. اصلا این دنیا برای مؤمن هیچیه که او را از آخرت جدا نمیکنه. به آخرت ضربه نمیزنن. اصلا اونی که میکوشه آدم رو حفظ کنه عمل دنیا اون میکشه. بذار